این سوال از خانم برهانزئی میخوام شروع کنم. خانم برهانزئی، فکر می‌کنید این اعدام ها به چه دلیل اینقدر سرعت گرفته؟ درود بر شما و درود بر بینندگان عزیزتون. بله، این تجربه رو خب باید بگم که ما بلوچ‌ها خیلی وقت 47 ساله داریم. هر موقع جمهوری اسلامی دچار فشار خصوصا از جامعه جهانی میشه و فشار بهش میاد، اولین کاری رو که میکنه شروع به اعدام کردن سرکوب مردم خودش و خب میدیدیم که اعدام‌های گسترده‌ای که از بلوچ‌ها و کردها بود و به حاشیه رانده ها خیلی زیاد بود. آن زمان میخواست وحشت رو رعب و وحشت رو در مرکز ایجاد بکنه که کسی جرئت نکنه دنبال مطالباتش بره و خب همیشه برای بقای خودش این کار رو کرده. ولی الان با توجه به اینکه اعتراضات از مرکز بود، به طبع الان داره بیشترین اعدام ها رو توی مرکز انجام میده. خودتون هم میدونین 17 و 18 دی ماه تعداد زیادی اومدن و اعتراض کردن و در خیابان ها بودن و الان اعدام های گسترده رو الان داره توی مرکز انجام میده، به این دلیل که خب صدای بیشتری داره، یعنی بیشتر رعب و وحشت رو در تمام کشور ایجاد میکنه. وقتی که کسایی رو توی مرکز اعدام میکنن، به طبع رسانه ها بیشتر رسانه‌ای میکنن و دلیل گستردگی این اعدام ها هم یکیش این هست و اینکه جمهوری اسلامی شرایط بسیار ضعیف خودش قرار داره، به طبع الان بسیار وحشی‌تر شده و گستردگی اعدام ها هم برای ایجاد رعب و وحشت هست برای بقاش. شما اشاره کردین که در واقع این اعدام ها رو دارن سرعت میدن برای اینکه ترس رو ایجاد کنن. این یک زمان این کارساز بود، شاید با چند تا اعدام مردم میترسن، ولی اینقدر حجم اعدام ها بالا رفت از یک سو و سوی دیگه چند وقت گذشته در دی ماه یک کشتار عظیمی جمهوری اسلامی راه انداخت که خشم همه مردم رو برانگیخته. آیا فکر نمی‌کنید این اعدام ها خشم مردم رو بیشتر برمیانگیزه تا ترس اونها رو؟ به طبع جمهوری اسلامی هم این رو میدونه، ولی جمهوری اسلامی در روزهای آخرش قرار داره. جمهوری اسلامی الان در ضعیف‌ترین شرایط هست. مثل این میمونه که کسی داره غرق میشه و میخواد خودش رو به یک چیزی نگه داره. این تنها ابزاریه برای اینکه فکر میکنه با کشتار مردم و اعدام مردم ایران این میتونه به بقای خودش ادامه بده، در حالی که واقعا در ضعیف‌ترین شرایطش هست و هم از داخل ایران مشروعیت